در سمت جلب سرمایه خارجی برای رشد محل، کمیته شروع از سال 2021 تا این جانب همکاری را با تشکیلات غیر تجارتی سیماول دانگ کره جمهوری کره راه اندازی نموده. در موافقه با حکومت مملکت، لایحه‌های خردی رشد اینفراستراکتور را برای دوره سالهای 2024-2028 در 4 دهه‌های ناحیه شهر نو، یعنی دهه‌های گلریزه، حیات نو، فیضبخش و نوبهار با مبلغ عمومی $440,000 ایمن جلب نموده، تطبیق لایحه‌های نامبرده با مرام ادامه داشته. مرحله اول و دوم عملی‌شوی لایحه‌های مذکور در سمت عوض ترانسفورماتور و سیمچوب‌های برقی، تعمیر راه محلی و کندن چاه عمودی در حدود دهات به انجام رسانیده شده. سال 2026 باشد کارها در سمت عملی‌شوی مرحله سوم لایحه ادامه می‌یابد. طبق حسابات‌های دسترس گردیده در 2 مرحله انجام یافته لایحه 1,480,000 سامانی در حجم 370,000 سامانی به هر یک دهه انتقال گردیده. پورا برای عملی‌شوی لایحه‌های رشد اینفراستراکتور از جمله منفرش گردیدن راه داخلی در محله حیات نو، نصب 6 عدد ترانسفورماتور و عوض 120 عدد سیمچوب‌های برقی در محله‌های گلریزه، نوبهار و فیضبخش، کندن 2 عدد چاه عمودی جهت تامین اهالی محله‌های گلریزه و نوبهار با آبی آشامیدنی، تعمیر راه سیلپرتو و ساختمان سربند آن در محله حیات نو و فیضبخش روانه کرده شده است. قابل قید است که در عملی‌شوی هر یک لایحه‌های نامبرده از حساب مردم محله‌های پیلوتی حیات نو زیاده از 539,000 سامانی، گلریزه 155,000 سامانی، نوبهار 276,000 سامانی و فیضبخش 110,000 سامانی سهام‌گذاری کرده شده است. قید کردن به مورد است که مبلغ‌های لایحه‌های مذکور به‌واسطه به صورت حساب محله انتقال داده شده در یک جا با سهم خود اهالی برای تطبیق این یا آن لایحه روانه کرده می شود که این پورا به طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خودفعالیت جمعیتی مطابق می باشد. این چنین باید قید کرد که در دوره حساباتی طبق رازیگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان، گروه کاری تحت رهبریت کمیته در همایش سالانه تشکیلات ذکر گردیده که در جمهوری کره برگزار گردید اشتراک نموده. در حوزه آن ملاقات رهبریت کمیته با پرزیدنت تشکیلات مذکور تنظیم گردیده. ضمن آن جانب کره‌ای آمادگی خود را جهت تطبیق چنین لایحه‌های خود برای 4 دهه الهه‌ای در کشور ایثار نمود که سال جاری عملی سازی آنها نیز آغاز کرده می شود. حاضرین انجمن، همین طریق کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در زمینه نقشه و برنامه‌ها، سندهای عملکننده ساحه، دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان عملی نموده در تطبیق سیاست دولتی در اداره‌کنی رشد محل سهم ارزنده خود را می‌گذارد. در همین جا با گزارشم خاتمه می‌بخشم. با همه شما برای توجه اظهار سپاس می‌نمایم و پر آماده هستم که به سوال‌های شما پاسخ بدهم. ممنون. در بسیاری از دهه‌ها ناحیه‌های ولایت ختلان آزمون‌های سیر گل لاله و بهترین شهر کمیته در همین چه تدبیرها را راه‌اندازی می‌نماید؟ طبق معلومات‌هایی که ما در دست داریم، در کشور 88.4% اهالی جمهوری تاجیکستان پر را با آب آشامیدنی تامین است. از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان 97.5%، در ولایت سوخ 72.8%، در ولایت ختلان 99.5% و در شهر ناحیه‌های تابع جمهور 83.8% تامین می‌باشد. البته در این سمت برای پر تامین نمودن اهالی مملکت با آب آشامیدنی در همه منطقه‌های کشور از جانب مقام وکالتدار دولتی به واسطه لایحه‌های سرمایه‌گذاری و از حساب بودجه کشور عزیزمان چاره‌های ضروری اندیشیده شده است که این مسئله حل خود را در کوتاه‌ترین فرصت می‌یابد. برنامه رشد اجتماعی اقتصادی برای سال 2023-2025
برنامه را که عملی گردید آیا گفتم میتوانید که همه بندهای گذاشته شده در برنامه مذکور با پورگی عملی گردید؟ نتیجه گیری برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر نویو برای سالهای 2025 بود. قابل قید است که البته نویوهایی هستند که پر برنامه‌های رشد اجتماعی اقتصادی، یعنی لایه‌هایی که در برنامه‌های رشد اجتماعی اقتصادی آنها برای سالهای 2021-2025 آماده و درج کرده شدند پر اجرا کرد. البته نویوهایی هستند که زیادتر از 60% عدد اجراات تعیینات گوناگون اجتماعی که یعنی تطبیق این برنامه‌ها رو تامین کردن. کمیته رشد محل تا آخر ماه فوریه سال جاری طبق مهلت‌های مقرر گردیده پر تحلیل برنامه‌های رشد اجتماعی اقتصادی شهر نویوی کشور برای سال‌های 2021-2025 پر به انجام می‌رساند. در آنجا ما مطلقانه یعنی پر معلومات دقیق پیدا می‌کنیم که کدام نویو دقیقاً پر اجرا کردن کدام دقیقاً یعنی اجرایش تامین نکردن. البته برای هم درست‌تر و خوبتر واقع بینانه آماده کردن برنامه‌های رشد اجتماعی اقتصادی شهر نویو برای سال‌های من بعد یعنی 26 امروز که علاقه آغاز گردیده است از جانب شهر نویو تهیه کرده شده کمیته کمک‌های متدی عملی یعنی در درست تهیه نمودن این برنامه‌ها یعنی لایه‌های واقع بینانه وارد نمودن در این برنامه‌ها با شهر و ناحیه‌های کشور ولایت‌ها یک همکاری زیچ رو برای مانده است که ما در این سمت سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. کارمندان کمیته و خارج کشور برای سویه دانش برآورده کرده می‌شود. آیا بعد از کارمندان شما بعد از برگشت مثلا چی نتیجه میگه؟ نظارت جدی هست از طرف شما؟ جمهوری کره در سطح آبادانی محلی جمهوری کره و یعنی بینفیترها یعنی بهره گیرندگان لایحه چیزی که ما امروز رفته در آنجا اشتراک کردیم با ما رسانیده شد که چطور باید ما اداره کنی محل را براه مانیم، چطور مردم محل سهم خود را در این و یا آن آبادانی که به نقشه گرفته شده است از جانب مقامات محلی و آن نقشه‌هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات مرکزی که امروز نقشه بندی شده است مردم محل چطور به آن تاثیر رسانده میتواند. انا همین نقطه‌های اساسی بودند که به شنوندگان یعنی که بهره گیرندگان لایحه یعنی در سمینار آموزش‌ها اشتراک کنندگان انا همین نقطه‌های اساسی رسانیده شد. در ضمن سمینار آموزشی و اشتراک کنندگان نتیجه‌های پیشقدمی رشد محله هم از لحاظ پیشروی در سمت اداره کنی هم از لحاظ اداره کنی لایحه‌ای و هم از لحاظ تمام سیستمی که یعنی سینخرونیزاسیون هماهنگسازی فعالیت مقامات مرکزی با محلی پیشنهاد گردیده. پروفسورها، نماینده‌های تشکیلات، رهبری تشکیلات و همه اشتراک کنندگان همه وقته یعنی منتظم سمینارها وقتی اشتراک میکنن برآمدها میکنن محتوا یعنی مضمون اساسی همین نقطه ها رو در بر میگیریم و امروز ما نتیجه نظررس را دیده میتونیم در محلهای پیلوتی ما یعنی که عملی شوی تاثیر رسانی از درس کاری ما سمینار کردیم امروز نتیجه ثمره بخش آن را در محله پیلوتی ما مشاهده کرده شدیم و از نتیجه آن منتظم به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات‌های دقیق صحیح بسیار تحلیل کرده شده را پیشنهاد نموده شدیم که بسیار هم از جانب تشکیلاتی مذکور بهای بلند گرفته شده است و ما باور میکنیم که همین حرکت ها دوچند می شود، سمینارها برگزار کرده می شوند و دایره اشتراکداران از سطح محل زیاد کرده می شود. تشکر دارم. کمیته در دوره حساباتی با استفاده از آن معلومات باید به ارزیابی روند رشد اجتماعی اقتصادی شهر ولایت مختلف استان درخشان شهر ولایت و صبح و دستگاه اجرایی پرزیدنت برای چاره‌جویی مثلا پیشنهاد کرده است. چی کم بود یا بود که شما برای چاره‌جویی به دستگاه اجرایی پرزیدنت پیشنهاد کرده؟ برگزار نمودن ارزیابی تحلیل روند رشد اجتماعی اقتصادی شهر نویو کشور این بواسطه وکالت کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان طبق نظامنامه آن به حساب می رود. این منتظم برگزار کرده می شود، یعنی فقط در دوره حساباتی نه، هر 3 ماه ما این روند رو عملی می نماییم و البته برای
نه تنها معین کردن این یا اون کمبودی ها برای سرعت بخشی تامین رشد اجتماعی اقتصادی. البته اگر در حالت کمبودی ها هم باشه برای هر چیز زودتر برطرف کردن این کمبودی ها این تحلیل ها گذرانده می شود، گزارش آماده کرده می شود برای یعنی با کمیته رشد محل با دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معلوماتی رو برای میرسونیم که همین خیلی کمبودی ها هستند و از جانب مسئولین چراهای تأخیر ناپذیر رو ضروری اندیشیده شود که تا که این کمبودی ها برطرف شده یعنی رشد اجتماعی شهر و ناحیه‌های کشور تامین کرده شود.